سلام گیلک جو. آله. مدر نباشی. جور بشی. اما خو داری. بابا دست خواهر سر زنی من نگذار بعد بمیایم. نه والا. گیلک. ما دیگه بعد از وقتا کار با تو گیر کرده مثلا نگه. چه؟ میفهمی چره؟ اشا. امراض بخوری با چره پیازار چند میندازینی؟ ها؟ اش. اشا. گیلک. ما بیا با دنبال خر تو. همون خر نیه چیه؟ خب بیا با مختار بابا از شهر بمون بیا بفهمیدی؟ تو خوارزادکا به خیلی خوش داره خرسوری کنه. خوارزاداتو؟ آه. خواه. خوارزاداتو خر حیوانه که بسته کده منجگاه میبینی یک گوشنگی یک دم پیازار دان میندازونی یک دم درختار. خب. علافم پلوش پر علف نمیخوره. خب. من خر بودم با غلام که برای خوارزادا غلام بیامده میمون با غلام خرسوری کنم. چرا مشکل داره؟ تو چیز میزی میچسبه با من. هر دفعه که بیایی با دنبال فرقون با بیایی میبودی گپ پیدیه. ما با تو نمیگه بابا چیزی بچسبه. خب فرقون تو خریه ها که گوش نشه. خب شکم سر بکنه دل جمع باش. بباره اون رو پال سمس بسته بکنه همین تو بخوره تو دب کنه. برو ور درو. خیلی بیدی گیلک تو 2 روز به دست تو باشه. تا 2 روز. آه دیگه. خوبه چشم خیلی بیدی گیلک جو. خیلی بیدی. دنبال نر که لغت میزنه عجله روی برو. خوبه. هر عقل بار بیدار. پشکو نفتی دیون سرقی تاجو. برو. چره ای بی وفا یادم نکردی های ربابه جان دل کبابه به کاغذ نامه شادم نکردی های ربابه جان دل کبابه چیه؟ لوکا کای داغه که چیه؟ از صبح تو برفتی نمیگه میبرار ما به زردمین داخل علاف درو کده باشه بروم یک پیچی چیزیه برو خودی کمک کنم همه علفار بیارم علفار ما میتونم بیارم برو خری گیلک بردار بیا که بریم علفار ببریم برو مردم غله پرسال چه ننداختن مردم غله پرسال چه بیدختن که تا برفا زمستون شغل پیدا شده گرگ انال با گرمی ها بیامده خر پاک بخورده خر اصلا پاک بخورده خر اقلا گمه تو صحیح گفت دهنم بند با شکلینگم و دروغ بگه خر کو من میگه البته دروغ دشو بچونه گیلک چرا دروغ دارن بابا خر گم شده خر گمه اشته خر گمه گیلک برار معدر دیوالا گپ نتراش خر پارسالا برف باریش برید شغل پیدا شده خره بخورده رد ازی گپار یلکو برو خره بردار بیا که بریم علفار ببریم سرا ببریم بده نه بابا گیلک آخه صبح خر که به دست تو بسوار بیدی برو خره بردار بیا صبح نکنه بفریشیده بشی چی؟ بفریشیده بشی نفری یا نسیه و چی میفهم؟ نه گیلک راست میشه که کلوشار اصلا بجونده بیدی به نمکی بفریشیده بیدی پولار همه گناه کرده بیدی با همون خر را نفریشیده بشی نه خر مرده کی ماه بخره خر آره خر با کجا بابا نیه خر گم اقله همین دست من نمیرسی یک چوبی وا میکرد تو را میگی فرشی میکرد و گیلک بیا کتر بالا کن نه مهم نیست تو تجربه میفتو تو دست پاشویی برو بیا خر برو خر گم باشه بیا بری خود هم بپالی بابا باشه برو متقله با پالانسه کن از همسایه بپرسون خرش ندیدم بریم من پیدا کنم بابا کجا میایی؟ خو خر برداریم ببونی علفار بیاری
فرقون نمیشه. نه چی ما فرقون میشه؟ کی میتونه کشف بکیف کنه؟ نخور تو. وی به کجا گرمستان تیره رفته دیگه؟ من کجا بگردم من؟ گردنم بند باشه. پالون عباله تو ور میدارم. همون در از میش سوتچیا به کلماتو ندارم که مثل خروری بر راست کشی. چیه گیله با خود عباس اشتنی به چمه جبا عباس جان. با چه گار شده؟ اشتنی عباس. عباس اشتنی برو خیریت جان جاره. شکر سیاره هستی برو. الحمدلله. برو جو سکو عباس جان. تو ندیدی بشی که یا بیامده باشه به گوخونه شما آمده باشه یا به درسلا شما آمده یا به سرزمین شما. کی ندیده بود؟ بابا خر ما. خر تو خر گم شده. به کجا بیده؟ خر ما چون به کجا میده؟ به سرا بده که خر به کجایه؟ نه به گوخونی ما چی مایه؟ گوخونی یعنی من میگم گوشته شده باشه بیامده باشه برفته باشه به گوخونه شما. نه براد ندیدم. نه ندیدم. ایران سرگردان ما عباس در سرا مردم عمر برفته ممسوح پرسان میکنم همین خر ما غیب وریله شد مرگیر بگیره خاکی خر بگیره. ما چون چی شد؟ چیه؟ که تو ضد منی؟ چرا میگی مرگ بگیره خر ما؟ خب راست میگم خر گمشه تو خوشحالی؟ اشته خوشحالی. بلکم خیلی خوشحالی. بلکم بلکم میشا خلمک شما همه گمشه. میشا خلمک شما بلکم بموره که پیار تو داره بدرشه. من میگم میت خر تو بیت کرفت دیگه ور نگرده. برو سرا بگرد بلکم پیدا شه برو. راه میگه با گوخونی سراش نرفته. یار سه خدا بی عقلی بیدیم من میگم هل از میوشیارتری. همون خر اگه گم شید میگه خیلی خوشحال میشه که از تو دیر شد. برو. چطور کنم؟ از کجا ما پیدا کنم؟ از کجا همه غلط که دست رو برفتم من. غلام بله تو کجا میری؟ خر گیلک نیه. خیلی هسته تو رو خر خدا گیلک با دست شوش! میکنه. این خر اگلک بستد و گفت و بده که مختار بابا از شهر میبون بیای همین برا با که از شهر بیا خرسوری خیلی خوش دارم. خیلی گنده تو گیلک به خاک شه. چرا؟ اولاف کنه خر بده به دست تو. آه حالا یاد رفته که خر به کجاه به در سرای میپاله در سرای تک تک میکنه میگه تو در سرای خواه کن که ما سعی کن خر به سرای شما نماده. اول که بیام در سرای ما هر چی ببین گیلک نیه خر تو اینجا چیکار میکنه؟ نه تو در سرای خواه ما بپالا. یاد رفته ها معلومه که به دست کی بده خر. خوب گپ میگفتی الان که یاد رفته من خر بری نمیدم. برو رازی که پای لگو که به در سرای میگه دم حساب کس ما زغرا میزن دست پای از میشکنه بخاطر یک خره. برو بده به دستیو. بگو اگه تو سواری میکنی یک دای بده تو خرسوری بدو. برو گیل غلام برو رازی که برو وای برو خر بده به دست که به در سرای میگه داخل خبرت خر. بعد صحبت کردم بابا خوب میمونا ما از شهر آمده باز تا که میمونا ما خرسوری میکنه امرو تا شما میدو برو. برو هر کاری من میگم هر کار دل تو مای بکن. خب کار نداری؟ دیونه به در سرای بخاطر همین خر میگه که من ایتا میرفت تو رو خر بگی شدی. ها برو ها بکا بکا آره گوش کن. ما شهر مبارک تو. چیشتنی؟ آره خوبه خیلی. خوبی خیلی هستی دربی همه برات تو میگم. اون خر گیلک به دست تو با چیکار میکنه؟ خر از گیلک میخوای به چی خاطر است تو؟ رفت در سرای نگفت امو خر خوبا به قصد بده. فهمیدی؟ مختار بابا از شهر میمونه اومده همین از مردم که بسام با میمونه اومده قوم ما با چای خرسوری خیلی خوش داره. مردم شهر خاطر خر دیگه مثلا ندیدم به شهر نیه. سکل و موتره باز خر یک چیز شوقیه. آفرین. سکو غلام جو کجا میبری آره؟ من گفتم ابی تماس تو برو به چیز برو به سارا. سارا میری؟ سارا نه سکو. کام دیگه ما سواری کنم حداقل سر خر شو. سواری سکو ما تو چی میگم؟ یک 4-5 پیری علافیه کوم گودری میبریم. خب یک پل سبستی رام درو کرده دروگر. انا منور بار کردم آماده بردن بام گودری ما کو بلدی دیگه. اشته بلدیو. گاهی وقتا برای شیر نمیای. آفرین. انا من کار یک دایی هم به تو میدم. پیری. نه دیگه همه با. نه دیگه اما خیلی کم بشه. بابا خر گیلک تو به خر از تو نیه. پس خر رو میداری میبری میدی به دستیو. همه زر میشه که فرض مثال بالا میکنیلار بم بالا پولون خر میگذاری دست خود وجود نمیگیری پیاده خود خر میای به دست. خوندن کرده. اب ساتیری بشه. آفرین. فهمیدی؟ آه. آره تو برو.
باز به تو پیاله شیری هم میدم. شیرم بده ما برو زوشن بخور که ایت نیه. این مو ساعت پیره بره. حساب کنو بروز روشن. حساب کنو روز روشه. روشه. خب. سگو. جا. برندگه. ما با تو عملی نمیکنم. خود شما بالا کنیم به فقط تنو خره بگیرم ببرم و خود پس تنو خره بگیرم بیارم. بیا بریم. درسته؟ اینجا دروگر هست بریم. سر پاله دروگر. اکو طرف بره. امیت برندگه. بریم. ما از اینجا بریم. بریم از این پشت. از این پشت. پشت پا. خب بعد پولو بدیدی که بکندن پولو خاطر به زمین میخوره. بریم از اینجا بیشتره بریم. برو هر شما برو رات شما برو. کوچه بند بیا. لالو دگه غلام. امروز سقید بلا داتور بگردم کبودی آی گردن تور بگردم و سر با کفتر آره دو نمیدی و کفتر دو ندادن تور بگردم. السلام علیکم کاکا نوروز. مدرم باشه. خوبه سلامته. شکر آزاده باشه. واخش میشی. واخش. بله. کی سادیه؟ اصلا طالب نگاه باشه متنده شو برای همون شو باش کردی. الان عرق باید بذاری. بابا نروز. یلا کو خره. واخش. علی لکن. علی لکن. خاک بم سر تو شک. مامان روزال هم تو اجازه کی خره بودی؟ نظر شما صاحب کنید به شما اجازه بدید. نه تو اجازه کی شما نظر کام شما. مامان روز حساب کنه خیر حال همسایه دیگه. لالا جو بس می منطقه رو بچه می گیلک برند می خر میگرده. حال یکو کوریزینی نام دیا خری بوده دیگه یار. ایگا پاخو ناظر رمضان کما برکم بس کار زندگی من بسر میگون میچنه. کاکا نوروز. مرگ کاکا نوروز. واه. صعب کنه که پا خوب بزنه به شما. چی میگی بگو؟ سعی کنه بابا سلام علیکم میگم. برای بچه شما گیلک گفتم گیلک گفت اگه گفتم ابو خر خوب ما بریم مثلا امرو به قرض مختری با ما از شهر میمون میایه. همین میمونا با خوش داره که مثلا گپ میگم خرسویری کنه دیگه اون مثلا من ابا دال باز با خودی از یاد امرو واه گپ کم کو امرو اجاره رو بعد که گیلک داده به دست تو. خر خوب یک پن رو علف میارم از سر زمین به گودری با پس میارم. خو ما خر بودم به دستشون که شما علف بیاریم مالیو علف ما به کیف تو گراس میبرم سرا میبرم گوا خو میبرم خر بودم تو کاکا برو کاکا برات کار خو خر نور کرد برکت بودم. خیر مامان روز خیر بینی. یه همسایه داری می رقم میشه.